دستی کودکای نابالغ 7 ساله و 5 ساله میقپید گریان ما رعایت میکنیم. همدیاران عزیز، در خانه اکثر ما و شما قرآن غریب است. قرآن در بالای شفنر ما و شما چند گرفتگی خواب است. قرآن نمیشکاییم، بیبلیه را میشکاییم. امروز تاجیک اکثرش نصارا شده است. از روی 2 کیلو روغن، از روی 1 کیلو آرد و 1 قابچه آرد مر به همین بیناموسید. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در بالای سینه‌اش سنگ کلام میموندن، میزدن، دست پاش بلیزوه ها با کاردا چاک میکردن. احد میگفت از دین میگشت. امروز چقدر مسلمان تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مونده. امروز زردشتی را تعریف میکنه. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخونده باشن. دختر شگریف حامله دار شد، از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله به اسلام فخر بکنیم، قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده سیاه شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمن ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند. پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه. پدر مادر جان، رئیس به خاطر کارش پدرش پدر جان میگه، مادری رئیس مادر جان میگه. مر به ناموس من بری مادر اخت مادر جان بگی، پدر اخت من بری پدر جان بگی. مر به ناموس، تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله، اگر تو مادر تا دوست بداری، هر پگه پای مادر تا بوسه بکن، تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد ما در خواب دیدم ریش مبارکش پر از دور یاقوت بود. پگه درس آمدم، استاد ما پرسیدم که استاد امشب ما ترا در خواب دیدم ریش مبارکت پر از دور یاقوت بود. استادش گریان شد، گفت که بله دین مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم، مادر مرقه کردم، در بالای کورپچه شناندم، بر ایشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که دور و یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان، زنکجان و عروچان مادر داد میزنیم. مادر که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادر که در خبرها آمده است که به سوی 3 کس نظر کردن عبادت است. یکمش بیت الله را نظر بکن، در نام اعمال خدا ثواب می نویسه. بگو که خداوندا این خانه را تو آفریدی، دوستای تو در گرد خانه طواف میکنن، به تو رو پرو میشوند، تو را دوست میدارن. دویمش قرآن را بشکن، نظر بکن، بگو خداوندا این سخنی تو است، من دوست میدارم سخنی تو را. سیومش این همی مادرایی که روش جنگ زدگی هستند، این همی پدرایی که پیر هستند، همین را نظر بکن، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد. هم دیاران عزیز باهوش بیاییم. ما و شما را غربی ها بغیر بی آبروی چیز تعلیم نمیدین. ما و شما فقط آبرومند از قرآن میشویم، از احادیث پیغمبری گرامی اسلام. ما چرا امروز بیناموس شدیم؟ چرا ما اسلام دوست نداریم؟ اسلامی که ما و شما را گفت که پدر تبوشناس، پدر تا نبر مسافرخانه بسپار. امروز جوانی تاجیک پدرش مسافرخانه میبره. کجا شد ناموس؟ مادرشن حرمتشن نمیداند. مادر دوست بدار. اسلامی ما آمده است که ای فرزند تو دوست بدار مادر پدرت. من خطاب به سوی پدران میکنم. پدران عزیز، این همش علاماتی است که بیسوادی است. ما فرزندامون رو تعلیم قرآن نکردیم، ما تعلیم احادیث نبوی نکردیم. ما پدرها در سری دسترخوان نشستیم، نگفتیم که بچه جان بسم الله بگو، تو بنده خدا هستی، تو امتی پیغمبر گرامی اسلام هستی، تو بگو که اشهد ان لا اله الا الله. چرا امروز دخترچای 3 سالی ما شعر منیژه را میدونه؟ چرا شعر غزل سرایی را میدونه؟ چرا فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز فرزندای 5 ساله ما سوره فاتحه را نمیدونن؟ چرا امروز جوانای ما کلمه توحید نمیدونن؟ من وقتی که نکاح برم جوانا میگم که بگو کلمه توحید بگو، میگه بابی دامرا کلمه توحید چی باشه؟ امروز جوان تاجیک دخترها سبست بیچاره دخترها بروگ میپوشن، نافاشون تافته. امروز عیده همه در صحرا با پدرش در مسجد میشینه، روز یا دیوسی حرام. اینا شدیم. الله میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان.
نردی بازار را دید، روش یعنی مکد، انگشتاش در گوش انداخت، گفت لعنتی خدا بر شما نردی بازار. امروز شرم نمیداره، موش سفید نردی بازی میکند. با میگی برادر نردی بازی نکنم مسلمان، تو پگه میمونی با کدام مولای احمق تو را جنازه میکند؟ میگه ما مسلمانو گپ در دیلای، روسیا گپ در دیلای، زنا بکنی، عرق بنوشی، نردی بازی بکنی، زن تلیش بکنی، دختر تلیش بکنی، با تو مسلمان، تو صدقی مسلمان شوی. این شیطان است تو را خرسن میسازه، تو از اسلام خیلی دور موندی، تو صدقی نام مسلمان شوی. من خطاب واسه جوانا میکنم، خوشا به حال جوانایی که زن میگیرن، زنشان برای خودشان میگیرن. نمیره صد مردی عرق نوشی حرام خور با عروس سینه‌اش پس میکنه تماشا میکنه. روسیا دایوس نکاح نداری تو صدقی زن شوی، تو زن برای خودت نگرفتی، تو زنی جوره ها تای. من صدها بار میگم جوان او جورت از لب کندگی تو بیزاره، او لوای کندگی تو تماشا نمیکنه، او سینه های سفید زن تو تماشا میکنه و رخسارهاش تماشا میکنه. تو دیدگی گشته در هر روز خطیشی. او طرف با همون جورت میگه که سینه‌اش کلام بوده است، لنجاش خیلی همون جورایی که در برات میستن. من نمیدانم میمون زنش نگاه میکنه، زنش نگاه میکنه، خروس زنش نگاه میکنه. امروز جوانی تاجیک جوراش میگه بیا پریزنی ما بریم. امروز جوانی که همین کارا میکنه. من نمیدونم کدام ماده شده، کدام ماده امریکا، ماده روس. نه ما مسلمان هستیم، تو ماده قرآن بکن. ای مادر تو پیرو به فاطمه شو، تو پیرو به عایشه بکن. خدا چرا دخترت منیشه میمونی؟ چرا دخترت حافظ کلیش در صحرا حافظی میکنن؟ فقط قطعی همون دوزخ میری. من احب قوما فهو منهم. کسی در دنیا کسی را دوست میداره، در روز قیامت همون قطعی میخیزه. حاجی دیوس باشه، حافظی بکنه، عرق بوده، قطعی لیلین میخیزه، قطعی استالین میخیزه، قطعی کافران میخیزن. اگر کمبغل باشه مسلمان باشه، در بر رسول اکرم قطعی ابوبکر صدیق میخیزه، قطعی عمر فاروق میخیزه، قطعی حضرت عثمان ذی النورین میخیزه، قطعی همین کس. من نمیدونم خدا میگه عرق حرام. یک ملچی کافیره که امروز اگر بگو که ای برادر تو مسافه دولینی داری، تو بچه 30 ساله دولینی داری، تو اصل نخو، تو گوشت گوسپا نخو. همین خانی بابی عبدالرحمن میگه کو بچه هم گاب زن گوشت چیه؟ ای خاک در سرت مر باب چی میپرسی؟ گوشت گوسپان ها نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که تو دولینی داری. ای کاش که تو بمری تو زمین بکشه بهتره. تو نمیپرسی که الله در قرآن گفت که عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، گیره فروشی حرام، زن حرام. پیشی بری سینه تا زن محکم بکنی حرام است. ایران نمیپرسه چی میگه؟ گوشت چیه؟ گوشت گوسفند نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که نخو که تو دولینی داره میمری. ای کاش که تو بمری تو خلاص بیامین بیناموسی. الله میگه که عرق حرام نخو، ننوش. ای جوانان عزیز من خطاب اسلام بگذارم. چرا مردم تو سرگردان میکنی؟ بگو مرا گراب کنید، برای در پیش ایوان گور کنید. تو صدقی قرآن شوی، تو صدقی حدیث رسول اکرم شوی. ناموس در اسلام است، ناموس در قرآن است. تو وقتی ناموس نداری تو چرا خطا نام تو میگی مسلمانم؟ من حیرانم. این روز بگو که یا مسلمانی یا کافر هستی. تو منافق نشو، تو قرآن، تو مسجد بند نکن، تو ورزید قرآن نبرو، تو کیلون گرفتی برای کیلون بچت بگی. تو چرا میگی که یک بچه دارم تو میکنم رستوران با توبه میکنم؟ نه توبه قبول نیست. تو نعوذ بالله عرق عشقش کدی فراری زن و مرد جمع کنی با بگی نه من مسلمان. نه این کار نمیشه برادر جمن. در پیشگاه خداوند جواب میگی. بنابراین لحاظ یکم گروه کسی است که عرق نوش، دویمش که آقی پدر و مادر، کسی که پدر و مادرش از وی ناراض روی جنت نمیبیند. سومش دیوس کی است؟ همین جوانایی که در مسکو کار میکنن آمده سپشکه میخرن برای عروساشون. امروز عیده میبرن میگن زنک لوات سرخ بکن، امروز جورای ما قطعی رو پرو میشی. بعد این جوان میبره در پیش جوراش میگه زنک قطعی جورای ما سلام بکن. با در پیش خودش دستی سفید زنشه جوراش میشپونه. با تاجیک تو اگر نشپونه کوی نمیتیه. قایدی تاجیک همیه. اگر کارخانه‌ش هم بود رئیس هم باشه زنکا قط سلام میکنه. عروس میدونه از دستی گفته میره بالا کابینتش میداره. تاجیک مردم دستی زنکا را تا نشپونه با نمیره. با این جوان چخ میسته در بالای سر میشینه میگه عروسی هم برو قطعی جوری رقص بکن. ای روسیا تو بدبخت کو یک بار ساعت یک شب بخه بگه عروس بخه در پیش می رقص بکن. می برقص میگم شوس مردک در پیش جورت رقص میکنن، قطعی جورت سلام میکنن، خش زیبا میکنن. خونت کی آمد با لباسای کانش میپوشه، تنش کی گاو میکنه بیچاره برو تپارا میکنی. فقط با کوچه میروی دخترای شلوغ کوچه رو با تماشا میکنی. نعوذ بالله کجا رفتیم ما با کدام راه رفتیم؟ ما و شما جواز بداریم، ما و شما بی ناموس نشویم. ناموس اسلام است، ناموس قرآن است. اسلام ما و شما را با آبرو میسازد، غیر قرآن ما و شما را به آبرو میسازد. بنابراین لحاظ الحمدلله رب العالمین موضوعی که من آیتی که من خواندم همین است که در سوره مومنین خداوند چی میگه؟ قد افلح المؤمنون
نجات یافت مسلمان ها، مؤمنان نجات یافتند. کدام؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مردمانی که در نماز، در حالت نماز خواندن آبی چشم میکنن، گریان میشوند. امروز در بین ما و شما چیل درخت است، نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، قرآن نشده بیچاره. اگر ملا برانگواکا بگیره در میگه چی میگه؟ خب کأنکم حمور مستنفره فرت من قصوره، رنگی که در کوه پامیر یک خری وحشی شیر ببینه با تمام قوتش میگریزه که برا میخوره، مسلمان میگریزه. یا فناتیکن، یا بیکارن، روت یا فناتیک. پدرت مرد پدرت گور کرد، مادرت مرد مادرت گور کرد، تبارک در بالای قبرت خان ترا میگه زینا نکن، عرق ننوش. این فناتیکو او جوره که ترا ورزاب میبره، زن تماشا میکنه سینه‌هاش، دخترت خانهش میاری تماشا میکنه، تمام نیتی بد داره. او فناتیک نیو ملایی که بیچاره میگه برادر تو گریه نکش، عرق ننوش، زینا نکن، تو بدبخت نشو، آبرومند شو. او برای تو فناتیک. مر به همین بیناموسید. تو این خلقی گفتی، قرآن فناتیک گفتی، پیغمبر فناتیک گفتی، الله از تو بیزار است. تو بندگی چی داری؟ تو صدقی نام مسلمان شوی. خداوند چی میگه؟ بندگانی که در نماز در حالت نماز گریان هستند، اینها از آتش در خلاص یافتند. هم دیاران عزیز، من خطاب به سوی مادران و جوانان میکنم، پدرایی که بی ناموس هستند، پدران عزیز، پسرم پدر آق میکند، پسرم پدر آق میکند. حضرت عمر رضی الله تعالی چی گفته بود؟ در نشسته بود، یک مسافر آمد، قطعی جوانی 20 ساله 25 ساله آمد، سرش خون بود، یاره بود، سرش خون میرفت. گفت که چیکار کردی مسافر؟ گفت بچه من از حضرت عمر وقتی میپرسید مسافر گریه میکرد. جوان گفت که امیر المومنین مرا گوش میکنید یا گوش نمیکنید؟ گفت گفت چی میگی؟ گفت که آیا همین پسرم در بالای پدر حق داره؟ گفت بله حق داره. چی حق داره؟ گفت حق زمین است که باید اول زنی مسلمان بگیره، مرد زنی مسلمان بگیره. امروز اکثر جوانای امروز که عرق نوش و گریه کش هستند، زنهای فاحشه را زن گرفتن، از زن فاحشه عرق نوش امروز زن تاجیک کنیاک می نوشن. امروز زن تاجیک در کازینوها لیچ رسم میکنه، از همین خیل زن با همین خیل زنی لیچ با دنیا می آید. سببی در یک تفسیر میگه که یک زن همسایه، این یک بزرگ میگه فرزندش بسیار مردم عذاب میداد، دزدی میکرد، هر کار میکرد. یک روز نزدیک زنش در آمد، گفت آیلی من چی گپ است که من از خدا میترسم، اینقدر طاعت میکنم، این چی گپ است فرزند ما بیاداب است؟ زن فکر کرد گفت مردک جان، وقتی که همین فرزند من در شکم ما یک ماه بود، من خانه همسایه در آمدم، از خانه همسایه بر آمدند انارش کشال بود، بس روزانه کم سراخ کردم، یک کرد آبی اناری به همون همسایه را نوشیدم. انمو یک کرد انار فرزند ما را انم خیلی حرام خور کرده است. امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک ماندگی، شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران، بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن. ای زنی که لیچ باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما و شما همون دهقان هستیم، برای کارتشکا گیری زمین چند بار پابل بکنی، یاری که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزند زیبا داشته باشید؟ از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاز خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالقش پرستش نکرده است. با میگی برادر تو نماز میخوانی؟ نه، گپ در دل باشه، گپ یهود، قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشون، بز ای پای خودش کشون. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه، این همی جا خوشا به حال بابی عبدالرحمن، اگر این همی جا عرقی باشه، زن و من رقص بکنن، همه داماد جواب میتین در پیشگاه خدا. چرا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان کسی است که ای برادر جواب میگه، مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخوان. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در
دهری دی جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدش بلندتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفته است، میگفته است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک الصلاة. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، ما کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بی از مردی بی نماز، او بری آدم تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبض سان حیف میکند. صدقی 3 همون قبضی سان شود، 20 متر 20 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گور کنید، صدقی کفن شود. صدقی همون خیل مردمی که تابوت ایوه بیزار است، تابوتی که مردی بی نماز زنی بی نماز بار میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مردی تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره با میگه مرا جنازه کنید. صدقی جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش ویچ با مردک با مولای احمق او رو گوره میکنه. روز یا تو مولای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآن. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با سطر است او را گهواره بکن، زنی که لیچ است چرا تو گهواره میکنی او را؟ چرا در بالاش تو با او را چی میپرتی؟ او را بر همه خیلیش او را بگران و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپی صدقی همون شود. در زندگیش همه جاش میتوفت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش سطر کرد. بنابراین لحاظ هم دیاران عزیز، حضرت شمسدین کبایر در کتابش نوشته است در دوره حضرت موسی علیه السلام یک زن گریان در آمد. حضرت موسی علیه السلام خطی شاگردانش نشسته بود. گفت که مادر جان چرا گریه میکنی؟ گفت که سبب گریه من همین است که شوهرم نیست، من زنا کردم، از زنا حامله دار شدم، کودک من کشتم، امروز توبه میکنم، در حق من دعا بکن. حضرت موسی علیه السلام گفت ای مادر برای که غضب خدا می آید. جبریل امین آمد از نزد پروردگار گفت که ای موسی علیه السلام خداوند به تو سلام میگه، لکن چرا تو دعا نکردی در زنی که او پشیمان شد؟ آیا تو نمیدونی از این گناه سخت‌تر چی است؟ حضرت موسی گریان شده گفت که چی است؟ گفت بی نماز از این بدتر است، بی نماز از این بدتر است، مردی بی نماز از این بدتر است. بنابراین لحاظ جوانان عزیز، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال کسانی که نماز قضا میکنن، نماز میخوانن و قضا میکنن. ویل آتش دوزخ هر روز 70 مراتب از ویل پناه طلب میکرده است. ویل مکانی همون کسانی هستند که نماز قضا میکنن. این مردم تاجیک این چی کار میکنن؟ من شب در کوچه های شهر ایا جا میگذاشتم، زن مرد در کوچه های شهر نه نماز نه روزه، زنی تاجیک لیچ میگرده با پگاه میمرو رو جنازه میکنن. من نمیدونم این با کدام بی ناموسیش مرا میگه جنازه بکن. تو با کدام حالت خود مسلمان میگیری؟ با کدام حالت؟ رسول الله تو بیزار، خداوند از تو بیزار است، روی حضرت ابوبکر صدیق از تو ناراض است، روی عمر از تو بیزار است، روی عثمان زینان بیزار است، حضرت علی روش از تو بیزار است. اینا کسانی رو دوست می‌دارن که یا با ناموس هستند. چرا امروز ما اینقدر بی ناموس شدیم؟ چرا غمی فرزندامون نمیخوریم؟ چرا غمی دخترامون نمیخوریم؟ ما پدرای دروغگوی هستیم، مادران خیانتکار هستیم. در روز قیامت دختر وقتی خدا میپرسه که کنی فلانی دختر چرا نماز نخوندی؟ دختر چی میگفته است؟ خداوندا چرا مرا مادری مسلمان ندادی؟ مرا با ستر میکرد، مرا کوشگر نمیکرد، دروغ نمیخرید. همین مردمی که در اینجا حضور دارن دختراشون خودتان یومکه میخرید، خودتان بروک میخرید، پول میتی در زناتون. من نمیدون امروز ما با کدام لفظی باشه میفهمونم، لکن امروز مردی تاجیک درونش پر است فسق و فجور شده است، عقیده کفری شده است. قرآن میگه که در شپریز اندا او کال بزن که همین قرآن قبول کنه، درش بدرویا ریاکس میته قبول نمیکنه قرآن. چرا؟ درش پس از محبت لیلی نه، درش پر از محبت استالی نه، دیگه او کال نمیدرویا، تغییر نمیاد. این همین جوزشتگی ها برادر، زن تا سرش پوشون، دختر تا پوشون، خیلی میگی ملا گفته
با هم رفتار نمیدونم که ما چخل اگر خیر خوشا به حال کسی که بناموس باشه زنش بعدی فهمیدن برای زن اگاخی تو ما رو خیر خدا بتر رومال بکش پیشی برت محکم بکن گوشپاره تیلات برای ما زینت بکن دختر تو بگو دختر جان تو گوشپاره اندا پکا شوهر میکنی قدی شوهر در پیش شوهر زینت بکن او نمیکنین برادر ارجمند ما حاضر همین اگر نمی اومدم همین توی صاحب توی خفه میشه که ملاها ناپیسش ده او من شما را چی کار بکنم گپی مرا نگیرید شما دروغگو شدید اگر یک اوروسی کافر شما رو بگوید که تو برادر تو از یاش هستی پیسه برآمدی بعد نماز میخونی گپی همون رو میگیری من برای تو میگم خالق خود گفت است که برادر تو رو شیطان فریب ندید تو آرزوی بسیار داری که خانه تو احتجاب بسازم من مکسیمه بگیرم چی بگیرم خانه قبرستان اندازم میگم برادر تو قبر فراموش کردی قبرستانم یورانیمونش فراموش کردی تو برای خانه یورانیمون ای دوبه استا میاری برای قبرستانت استا نداری میگم برادر جوانی عزیز میموری یک روز به نماز در پیشگاه جواب میگه خیلی ملا میگه چیکار کنم برای تو دیگه همین کارو بوده که بکنی چیکار میکنی بکنی گپ نگیری یک کسی که وقتی دوست داشتی فریاد کردی و گپش باید بگیری گپش که نگیری چرا فریاد میکنی اون چرا یک ساعت بیکار من چند کس درس میگفتم چند کس صحبت میکردم مخلص قدی و تو مرا که فریاد کردی گپ بگیری من قدی صحبت بکنم نگیری من تو چیکار بکنم بنابراین جوانان عزیز بعد شنیدن زن تا به سطر بکن دختر تا به سطر بکن همسایه تا به سوی مسجد دعوت بکن همسایت بگو برادر تو مسلمان هستی چرا در خانه ما را یهودی تق تق میکنه چرا حزب تحریر کافری در بدر خانه میگرده چرا ما مسلمان ها همسایه ما به سوی مسجد دعوت نکنیم چرا نمیکنیم برای که بیناموس هستیم ما یکدیگر را دوست نمیداریم در غمخوار یکدیگر نیستیم از خدا نمیترسیم غمخوار شریعت نیستیم وقتی که ترس در دل ما باشه شبا خواب نمیبرد خدا را حاضر نمیدانیم همچنانه که امام غزالی رحمت الله علیه میگه که مرد زن دوست می‌داشت مرد زن دوست می‌داشت زن سفر برآمد مرد به خاطر زن برآمد وقتی رفتن شب کاروان دم گرفت در یک مکان همه خواب کرد مرد پیش زن آمد گفت که زنک من تو را دوست می‌دارم قدیم زنا بکن گفت برای کاروان نظر بکن مردم خواب هستن یا بیدار رفت دوان خرسندی را کاروان نگاه کردم خواب گفت بالاش خبر بگی بالاش خبر که آمد گفت همه خواب هستن گفت همه خواب برای خواب هستن زنک با استعداد گفت که برادر خوب تماشا کردی همه خوابن گفت برای همه خوابن گفت من ترا میپرسم که الله هم خواب است مرد شاخ شد گفت الله خواب نمیکند لا تأخذه سینة ولا نوم الله ذات است که او را پینک نمیگیره الله ذات است که او را خواب نمیگیره گفت خوابش نگیره ما چقدر در پیش الله گناه میکنیم تو از خدا نمیترسی شرم نمیداری مرد توبه کرد گفت خداوندا ما پگه چیکار میکنم به این چشما چخیل الله را نظر بکنم به این چشما چخیل من رسول الله را نظر بکنم ای مردم باش بیاید اسلام دوست بدارید فقط قرآن دوست بدارید میبره حیوانات نیچستند گاو و گوسفند نیچست نیم که زنی تاجیک باشد کجا رفته سیم همین ماده امریکایی ماده یهودی ما را بیناموس میکنن یا 10 سال پس دیگه ما میلاد از بین میره ما دیگه زنی تاجیک حلال نمیومیم دایسی حرام مرد در کاره زنک تلفن میکنه که اکا خانم خونه آمده یکو چرایی که ای بر پدر لعنت باری مردکه اکا خان خانه بیگانه مردی بیگانه میدونه در کارش نمیگه که زنک بیگه بیاید تو زنک تا خدا شر نمیداری من در خانه نیستم تا اکا خان تا میاری قدید پاتا میمونه قدید میشه چکشک کرده ناموس کجا شید اکا خان در اسلام حرام های دادر خان حرام های قدید دختر عمه سلام کردن حرام های قدید دختری خاله سلام کردن حرام های قدید زنای اکاتون حرام سلام کردن قدید زنای دادرتون حرام سلام کردن مذهب امام اعظم رحمت الله علیه ما قدید زنی اکا دادرمون حج رفته نمیتونیم چرا ما محرم نیستیم بیگانه است اگر اکمون دادرمون که بمره بعد ایدش برآمدن درست کسی میگیره بگیره زنی بیگانه است هر کسی بگیره درست است بنابراین میلی هاست الحمدلله رب العالمین خدا را شاهد بدانیم امام غزالی رحمت الله علیه خدا مقامش جنت الفردوس کنه میگه در خانه یک شخصی بزرگ قحطی آمد کمبغلی آمد مرد بازار میرفت از ساعت تا بیگاه میگه کار کنم برای کودکام یگان خوراکه بیارم کسی پسوی کار نمیبوشه یک بیگاه گریان آمد زنش پرسی که مرد چرا تو گیره میکنی گفت کسی مرا با کار نمیبره کودکام گرسنه است از گرسنگی خوابشون نمیبره چیکار کنم ای پگه گفت زنک جان تو برا کار یگان کار بیو گفت میلش مرد جان زیغ نشه پگه من میرم پگه زنکی زیبا کوچه برآمد در این خانه میرفت در این خانه میرفت کسی قبولش نکرد در آخری کوچه یک مردی سوداگری پولدار بود خانه همون مرد در آمد دید که زنی زیبا گفت چی خدمت گفت که کودکام گرسنه است از گرسنگی شب خوابشون نبرده است
یگان چی بودیم رفته کودکارا بودم گفت بسیار خوب تو دختری زیبا بودی زنی زیبا بودی بیا قدیم زینا بکن هر چیزی که در کار باشه ما برای تو میتون زن گریان شده آمد خانه گشته مردک دید گفت چرا گریان هستی گفت که مرا به سوی زینا دعوت میکنه من از خدا میترسم من نمیدونم چیکار کنم پگه با زنک شب فرزنداش دید که از گرسنگی خواب نیستن کودکاش گریه میکردن دخترچاش گریه میکردن امروز وای بر حال پدری که روش یا پدری که دخترش لباس نداره یک حافظ $1,500 میاره عرق میتیه چی کارا میکنه دخترش میگه پدر جان مده لباس بخر میگه پول ندارم ای مرید دیوسی حرامه تو پدر نیستی تو خیانتکار هستی بچهش میگه پدر جان من یگان صبح یگان لباس خوب بخرم همسایه لباس داره نه بچه جان ما حافظ فلانی حافظ میاریم او $1,200 میگیره باید ما حافظ بیاریم اینا پدر نیستن یا دشمن هستن اینا خائن هستن در روز قیامت جاشون دوزخ میشد زن پگهی رفت نزد مرد نزدی همون خانی تاجی رفت گریان در آمد گفت که زنی زیبا چرا گیره میکنی گفت امشب کودکام از گرسنگی خوابشون نبود چیکار کنم گفت شرط همون شرط اگر قدیم از اینها بکنی هر چی بخوای میتون تا زن به خاطری کودکاش گفت مالش شکلی باشه کودکام نمورن لباساش خانه در آمدن کشیدن وقتی هر جلیش کردن بدن زن میلرزید خیال میکرد که دستاش از بدنش جدا میشد مرد نظر کرد گفت که زنی زیبا چرا تیغ میلرزی گفت که از خدا میترسم خدا ما را میبیند از خدا شرم میدارم مرد ایستاد گفت چیکار کردی گفت از خدا میترسم پگه خدا میپرسه که چیکار کردی تو مرد گفت که خداوندا این زن کم بغل از تو میترسه چرا من نترسم مرا اینقدر زن دادی اینقدر پول و مال دادی چرا من نترسم هستم گفت مادر جان لباسات پوش من در خدمتی تو هستم چرا امروز مادری ما به سطر و به دیانت و به ناموس شده است این خیل زنها بودن این خیل زنها فرزندای زیبا میرامد امروز مادر قدری خش گم کرده است خشلیج کرده است پیروی یهود کرده است معاشه بریده است رنگی میمون کرده خشه زن به گیسو زیبا داره زن به سطر زیبا میشه نیم که تو بدن پوشانی بگه که من یوبکه میپوشم زنی که بیچاره 50 رفته پاشاش برچینگ شده حاضرم در کوچه میبره شرم نمیداره یا یوبکه در بدنش 50 داشته همش پوچله شده حاضرم خدا شر نمیداره نعوذ بالله نمیدونم من قسم به نام الله امروز نمیدونم مادرها را چی بگم مردا را چی بگم رسول الله در کجاست صحابه بودن رسول اکرم در صحبت صحابگان است زن گریان نزد رسول اکرم آمد گفت مادر جان چیکار کردی گفت یا رسول اکرم شوهرم در تجارت بود منش شیطان قضا کردی نماز عصر امروز ما پروای نماز نداریم مسجد ندیدیم پگه میبرن بعد دست پشت بسته بچه میبرن تلیج میکنه دختر تلیج میکنه همه را در 2-3 ساعت پول بسیار را میگیره میره باید برای تو با بعضش تعریف میکنه که اخ فلانی همسایه مرا رحمت کنم حافظ میشناخته بوریزاده قبرستان میشناخته 1200 گفت رفتم 200 بخشید 1000 تا آمد این مردمی تاجیک من نمیگم شما کدام راه رفتید با خرسند خمیگه پولی مکو نه آخی پگه دوزخ جاد میشه پولاد با پگه دوزخ فریاد میکنی که فلانی شما را نصیحت نکردی كل نفس بما كسب رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر روز قیامت جنتی داخل جنت میشن دوزخی داخل دوزخ میشن حاضر اگر در این عصر 21 همین موعظه را ما کردیم اگر 20 سال پیشتر بگم که برادران دوزخی ها با جنتی ها گپ میزنن هیچ خیلی گپ میزنن حاضر تاجیکستان با امریکا صورت دیده گپ میزنی کو جنتی قطعی دوزخی تلفن میکنه برادر ما سلککم فی سقر تو در دنیا چی کارا بودی داخل دوزخ شدی چی میگه من در خانه بابی عبدالرحمن آش خوردم شکمم پر شد زن داشتم همه چی داشتم نه که مردما گوش کردن عبادت کردن من گریختم من در کار نبود من گفتم که یا فناتیک هستن یا دوستی من هستن یا دشمن یا بیکار هستن نماز نمیخوندم میگم که یا مولا همونجا میگم نماز بخوان من گفتم آزیاش هستم من تن پرور هستم آزی برم عید بگردم تا بگه قطی زنای بیگانی قزنای لیش تماشا کنم رفتم نه پیشی خواندم نه چی اصلا 76 بیکار گشتم امروز مردم جام دوزخ من نفهمیدم خدا جنتی ها چی میگفتین ما سلککم فی سقر تو چی کاره بودی در دوزخ میسوزی چی میگفتین دوزخی ها مرا فرزند داد دختر داد مرا چشم اینا داد پای روان داد دستی گیرا داد من از حلقم درون میرفتک من قربالام رفته بودم در اون کارپوش دیده بودم
مردم های گلوش آب نمیگذشت، نه که من پن نگرفتم، من بینماز بودم، امروز سبب بینمازی مرا داخل دوزخ کرد. بنابراین لحاظ سبب بینمازی سبب رفیقی بد دوزخیت میگردانه. و ما یک موضوع را اندکک به جوانان میگم و بعد الحمدلله رب العالمین یک جای یگان آیت قرآن میخوانن، یگان غزل تاجیکی هم بخوانن، بعد دعا میکنیم. دویم کسانی که خداوند میگه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جنتی ها کسی الله را نمیدیده باشم من یک بار سجده نمیکنم، خاطری مقصدی با شبخیزی ها گریان از ترس عذاب خدا همین است که ما الجمال الله را میبینم. وجوه یومئذ ناظره. بعضی گروهی هستن که مردم شیعه اونا این کار میکنن، جمال الله را دیده نمیشه، میگن ما بیزاریم از خلق گروه. ما یقینا میگیم الحمدلله جمال الله را میبینیم، آیت قرآن است. ما مقصد عبادت ما همین است که جمال الله را میبینیم. بنابراین لحاظ یکی از مردمانی هستن که زکات میتین، رمضان در زکات بودیم، از $1000 $25 برای اپای کم بغلت بوده. چرا امروز مردم ریاکار شده؟ یه هفته توی میتیه، بگو برادر همین تو همین توی مردمی بینماز دعوت کردن آبر اپاکت پیش رمضان یا 2 خوابشات بخر یا 10 کیلو روغنش بوده، نه ندارم برای ریا کردن داری. و برادر همسایت زنی بیوه بیچاره شوهر نداره، کودکاش گرسنه هستن، برای یاردمش بکن، نه من توی میکنم. مردم را تعریف کرد ریاکار. شرک اصغر همین است، مشرک است. دو خیل شرک اکبر با مثل که نعوذ بالله مردمان نعوذ بالله نعوذ سری مزار میره میگه موابی من یاردم ته مرا کار بده، اینی مشرک است. دویم مشرک همین است که ریاکار خوش در ای حج میای گاو میکشه، یک هفته توی میتی مرا تعریف کنم ای میبری تو بری صغیر خانه دارتی، بیمار داری یک کم بغل همسایت بودی، چه خیلی چیزی با وادی. بعضی جوانا چیکار میکنن؟ پدرش بیچاره پول نداره در کیسش، وقتی مرده با چیل میگن، چیلی حرام، با چیکار میکنن؟ یا 3 گاو بکشم مردم دعوت کنم و تو میبری تو هم یک پولی گاو در کسی پدرت مینداختی، پدرت جمعخانه میرفته یا 2 کیلو نبات میگیری میخورد بیچاره حقش قاق شده مرد و بعد چیلش با گاو کشی رو میبین بس تلا نکریمت بین. اوه این قدر پر بیچاره کمپیری روز داکی یگان لباس نداره و کمپیر که مردک انا بعد خدای شبی سار شبی. این از کجا گرفته اسلام ما خیلی نیست. اسلام ما میگه که مادرت در زندگی دوست بدار، پدرجات در زندگی دوست بدار، دعا بگی از تو راضی شوه، 5 وقت نماز در مسجد بخوان، خدا از تو راضی، پدر مادر راضی. یکی اگر بدبخت اگر پدرت ناراض باشه، مادرت ناراض باشه، اگر هر روز از پول گرنگا بکش جا دوزخ خیتر خداوند دوزخ میسازه. امروز همه چیز چپکی کردیم. بنابراین یکی از مردمانی که مسلمان هستند خداوند چی میگه؟ والذین هم لفروجهم حافظون، کسی که زنا نمیکنن، قطعی زنی بیگانه. جوانان عزیز خداوند میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. ای بندگان من شما زنا نکنید، زنا کاری بد است. تفسیر ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه میگه که در ضمن همین آیه کریمه یک روز جناب سرور عالم با همراه حضرت عمر فاروق نشسته بود. عمر فاروق یک جوان زیبا در آمد نزد رسول اکرم صلوات الله علیه گفت یا رسول الله، ای پیغمبر گرامی اسلام برای من اجازت که زنا بکنم. حضرت عمر گفت یا رسول الله من اجازت منافق سرش بگیرم؟ گفت یا صبر که کما پرسی میرن. گفت جوان چی گفتی؟ گفت یا رسول الله برای من اجازت من زنا بکنم. رسول اکرم گفت بچه جان تو مادر داری؟ گفت بله مادر دارم. تو میخوای که همسرت با مادرت زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. گفت اپا داری؟ گفت بله اپا دارم. گفت میخوای که همسایه قدی اپات زنا بکنه؟ گفت نه نمیخوام. خواهر داری؟ گفت خواهر دارم. میخوای که مردم بیگانه قدی خواهر تو زنا بکنه؟ هر سوالی میکرد نمی. رسول اکرم چی گفت؟ و احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. این خیلی باشه بچه جان. گفت دوست بدار برای مردم هر چیزی که برای خود دوست میداری تو مسلمان میشه. اگر تو برای خود دوست بداری که زنی مرا کسی نگاه نکنه، دختر ما نگاه نکنه، خودت کردی مسلمان شده نمیتونی. نه اگر بخوای که تو مسلمان شوی، زنی بیگانه همچون مادر، دختری همسایه همچون دختر، تو میشی مسلمان. جوانان عزیز کما تدین تو دانو، همچون یک جزا داده میشه. زنا کردی زن تا زنا میکنن، زنا کردی دختر تا زنا میکنن. این عیب خودت است. کتابای نقلیات میگه که یک روز یک زن قد یک شوهرش نشستن در سر دسترخوان. مرد که الحمدلله رب العالمین من خدا ترس هستم. زن گفت نه مرد جان من خدا ترس هستم. مرد گفت نه شکر خدا، من خدا میترسم که
تو رو خداوند توفیق داده است. گو خیلی بیا شر میکنیم. زن گفت چی شر؟ گفت من خمس زیب و زینت میکنم کوچی شر میبرم. گفت مردم را چیکار میکنن؟ زن خوش زیب و زینت کرد برآمد کوچی بازار کاروان و بازار سخاوت همه جا گشت بیگاه آمد. مرد پرسید که زنم جان چیکار کردی؟ گفت در بازار کاروان دستی مرا یک کس قپید. بعد مرد گریان شد گفت راست میگی من دستی از زن بیگانه را قپیدم. برادر ارجمند کردی میکنن بنا برامین هاست از خدا شرم داریم. به امید دلارت نشو، به امید سامانی نشو، میموری دلار در سرت میمونه. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند بس. مکن تکیه به دنیا ملک و پشت، چون تو بسیار پرورید و کشت. چو آهن گرفتن کند جان پاک، چی مردن در روی تخت و چی در روی خاک. پرزیدنت هم باشی میموری، وزیر هم باشی میموری. کجاش لنینا، کجاش استالینا، کجاش فرعونیا، کجاش دی کسانی که دعوا میکنن دنیا ای وای گفتن همه زیر خاک ده. یک قبرستان بره کو یک پنج قبرستان بدره کنه یک فریاد بکنه برادران شما چی کار هستید و چی میگن؟ بیا جنوبا میدانی حالت چی است، بیا با میدانی با حالت چی است. وقتی در لحظی تاریک بماننده دیگه پیش قفا نظر کردن بگی زمین هر روز فریاد میکرده است. چی میگفته است؟ ای فلانی تو امروز در بین رفیقات گشته سی فقط در زیر ما تنها میایی. تو امروز خورده سی بلزد فقط تر کیرما میخورن. زمین هر روز فریاد میکند. آفتاب که بشینه فریاد میکند میگفته است فلانی خیر نباشه تو مرا دیگه تا روز قیامت نمیبینی با فقط دیگه کتاب پیدا میشه. بینام برای لحاظ هم دیاران عزیز جوانانی به ناموس ما از خداوند همین قدر استدعا دارم طلب دارم که خداوند ما و شما را به ناموس بگردانه. ما جوانایی که زن میگیرن اونها را میگم که اونها به ناموس باشن. خواهران نصیحت میکنم که خواهر جانی عزیز تو باید از خدا شرم داری، تو باید با ستر باشی. مادری عزیز تو باید مسلمان شوی، خودت باید نگه بداری. حدیث جناب رسول اکرم است ایما امرأت صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها قیل لها یوم القیامه ادخلی فی الجنه من ای ابواب شیتی. زنی که 5 وقت نماز بخواند، من نمیدونم بعضی ملاها میگوید که 6 تا بخون بیچاره مادرامون یا همین دام اگر یک 2 تاش نماز خون باشه بیچاره با همه 6 تا میخونن. نماز نمیشه. نماز زن و مرد هر یک است. زن باید راست نماز بخونه. قیام در نماز فرض است، در نماز واجب است، در سنت است، در مستحب است. نفل 6 تا بخون درست میشه. در نماز فرض اگر 6 تا خوندی نماز نمیشه، تو ترک فرض کردی، باید نمازات ایسر بخونی. برای این سبب مادری جان تو خودت اول نماز بخوان بعد دخترات بگو نماز بخوان. در صورتی که تو مادر جان تو مادر هستی، تو را خدای قدر داده است تو لیج باشی، تو صدقی دختر شوی، تو دختر تلیش کرده میبری بازار میبری لواش سر میکنی که سوداگرای جوانا بیان دختری ما بخرن. تو روسیا تو خیانتگار هستی، تو رزق ای دخترت میبینی ای خدا نمیبینی. نعوذ بالله رو در بازارا کی بود رای دخترها هم مشلنجاش اصل لواسر باخشون کرشمه کرده میسن یک جوان بود رای ما بخرن. نعوذ بالله چی بدبختی ای، چی بدبختی ای. نعوذ بالله نعوذ بالله. برای این سبب پیغمبر گرامی اسلام میگه که مادر تو خاندانی هستی، تو مربی هستی که هیچ مکتب و مثل تو فرزند تربیت کردن نمیتوند. تو مادر قدری خطه بدان. جناب سرور عالم در بیت الله نشسته بود، مردم ها را نصیحت میکرد. جوانی در پشتش مادرش در یک سبد پیر شیدگی بود، عرقه کرده 7 پیشتم افتاد. آمد در سایه ماند، نزد رسول اکرم آمد گفت یا رسول الله پشت من برای مادری من ماشین است، کدام طرفی دنیا بگد میبرم شهر، آیا من حق فرزندی را ادا کردم؟ رسول اکرم آبی چشم قدی گفت که رسول اکرم خودش یتیم بود، گفت قسم به نام الله که یک بار آهی مادر تو اجرا کرده نمیتونی. شبهای زمستان که تو گیره میکردی مادرت میخیست آه میکشید، آهی مادر بسیار آهی چقر بود. چی میگو؟ مقصد چی بود؟ خداوندا بچه مرا کلام بکن، بچه مرا سمدار بکن، بچه مرا محتاج نگردان، بچه مرا از کسل نکن. لیکن تو حاضی آه بکش چی میگی؟ خداوندا مادری ما پیش ده که جاشه بگی پشتی ما در من شده. آهی تو آهی مادر چه خبر داره؟ پدران عزیز
حضرت عمر قصه کرده بودم، پسرم پدر آب میکنه. اون سفید گفت که مرا سرمزد خون کرد. بچه گفت که امیرالمومنین آیا مرا گوش نمیکنی؟ گفت گوش میکنم. بگو بچم چیکار کردی؟ گفت که همین پسر در بالای پدر چه داره؟ گفت پدر باید زنی مسلمان بگیره که اوی فرزند مسلمان شوه. دویم نام زیباش مونه، سومش او را تربیه بکنه، پیش عالم مونه. این جوان گفت که امیرالمومنین قسم به نام الله مادری من رقاصه بود، رقاصه که ازلیش نافوش میتو در بین مردم ها، همین خیلی رقاصه بود. من رقاصه شدگیم، من مادری مسلمان ندارم، مادری من رقاصه است. نامی من جوعل است، کانگوزی سیاه که در دری تپکا میگرده همون جوعل است. مرا در پیش یگان عالم هم نمانده است. مرا یک خرد سوار کرد پدرم، میرفتم کو علف درم میکردم میومدم. هستی عمر چی گفت؟ گفت ای مصطفی پیش اینکه تو فرزند تو آق بکنی، تا ای فرزند چند سالشی تو آق هستی، تو صدقی فرزند شدی تو. بینا برمی لیاز پدرانی عزیز، مادرانی عزیز، پگه این دخترها از شما دعوا میکنه، این پسرها دعوا میکنه. بینا برمی لیاز در آخر ما از شما معذرت میخوام که وقتی شما را زیادتر گرفتم، لیکن جیگری ما برای شما میسوزه. باید شما با ناموس باشید، باید مردی تاجیک عالم باشد. ما الماتا پریده بودم به نزدیکی مرا دعوت کردن، در سمالیات نشستم، گفتم آزی در سمالیات شاید که وقتی که در هوا پریدیم اعلان میکنن که مثلا محمد شریف پسر عبدالرحمن لیاچی که یکم درجه نه، که وقتی ششتم فکرم ده وقتی که صدا کرد سرگی ایوانوف لیاچی که پیروی درجه، گفتم ای تاجیکی کجا شدی بچی تاجیک، کجا شدی بچی تاجیک گیرین کشی را میتونی، بچی تاجیک زینا را میتونی، ورزاب رفته میتونی، میبری بخوانی که لاچیک شوی، میبری بخوانی پایچی شوی و تا بکی تو محتاجی عروس و محتاج یهود بشی و بخوانید علم از ما بود، خب جامعه از ما بود، سینا از ما بود، خوارزمی از ما بود. امروز انگلیچنا کتابا را دزدیدن، ما محتاج ویا شدیم، امروز ما بی سواد ماندیم. من نفرت میخوانم، من در روز قیامت دعوا دارم از ملاهای احمق بی سواده که پیشتر اونا ملا نبودن، اون یهودی بودن، میگفتن که علم تقسیم کردن به شیطانی رحمانی. گفتن که علم شیطانی در مکتب 10 ساله بخوانی شیطانی، در مکتب اگر قرآن بخوانی رحمانی، روش سیاه میکنه همش مکتب رحمانی است. نیوتن خیمیک بران نه دروغ هیچی نارو الله کردگی است و همون چی کرد آشکار کرد، همش از جانب الله. این گپا دروغ است، همش الله پرنگه. کوستا بیچاره نوینه به نزدیکی رفت در بحر، آب شیرین آبی شوره نوشیدن، وقتش خوشید. خداوندی را 1427 سال پیش مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای بنده تو به کدام نعمتی من تو دروغ میگی؟ و ما ترا دو بحر یک جای میکنم، آب شور و آب شیرین در بینش پرده دارم، تو نمیبینی به چشمات. تو چی کار میکنی؟ تو آب مینوشی استعمال میکنی میخوری، این از کجا است؟ این آب اسمان میومد دیگه از کجا است؟ فکر میکنی نمیکنی؟ تو چی فکر داری؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تنان به کف آری به غفلت مخوری. این همه از بحری تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. وای بر حال ما، نعمت الله استفاده بری. باز یک مرد اگر بچه تونه افیرسه بکنه دادنش میدی، دکتر جان احمد ما در خدمتتون، اینه موشی در خدمتتون، و تو میبری الله رو شکرانه بکنی. چرا اللهی که طرف چشمی زیبا داد گوشی شنوا شکرانه میکنی؟ و تو یه مخلوقی قدر در پیش خمشی. چرا تو در خانت خور میزنی؟ چرا در خانت نل میزنی؟ تو نل پرستی؟ خور پرستی؟ خدا خارت کنه، تو میبری از خدا طلب کنی. یا که نبوده و یا که نستی. او مسلمان شب، نه ایشان شب، نه مخصوم، نه مولا. او مسلمان شب، مسلمان خدا طلب کن. مزار کجا میری؟ مولانا کجا میری؟ ای مولانا تو بیزاره بیچاره، گپ زدن نمیتونه. اگر گپ زدم تو نه، همین زنکار میگه افا برا ترسو پوشم جات میتونه. ای برا آسید کشال کن، اما جات میتونه. او بیچاره قبض نمیتونه، بیچاره چیکار کنه؟ بیزار ای ما شما همون مولانا بیچاره با تاجیکا برخ زیارت میرن، برخ بیچاره نه برخه نه برخه پا دروغه. و تو نمیره پیش عالم زنده بری طرف بگو که دختر تا بساتر کن، زن تا بساتر بکن و پیش یه عالم زنده بری شما، یا عالم زنده که رفت آمد بکن، این قد تا زنده شو تا بکه خیلی کلپنگ میگردی.
یه روز نه روز میمری میرید دیگه تو آخه زیادتر به عقل دار یا جورش هم ترا بفهمون که جورت تو ناموس بکن. برای این سبب از خداوند جل و علا یک برادر ما سوال کرد است که داملای محترم آربیزانی که زنها میکنن درست است یا نه؟ آربیزان شاید من یک چی برای جوانان میگم که همیشه ما در یک جا نکاح بودم تقایی دختر دعوا کرده که مرا شما چی بودید وکیلانه ای برادر حرامه میگم نخواه گوشت خو حرامه تو بجای که چند تا بگی که من راضی هستم اینا برید من راضی هستم تو چیکار میکنی میگی تعامل است ای برادر تو کافر نکن خودت حرام نکن من میگم چیکاری شافیر و تو شافیر باش تو میبری ای کاسو ای بیزن اساس گپ زن و من ملام باید من قرآن گپ زنم امروز بیچاره شافیر ملاقی میکنه پادوان گئی میشه بیچاره پادوان دکتر شده دیگه پیشرفت نمیکنیم و میبره هر کس کارش میکنه و من ملا میگم برادر و تو حرام نخون تو وقتی که بسر کلان آمدن جوانان عزیز بند نبندن گوشت خوک حرامه شاهد حق نداره وکیل حق نداره همش حرام است کارو سوزن زدن شرک است یک قرآن یک شریعتی مال یک شریعت کافر است در پشتی شهر سوزن زدن مثلا کار است که گوش شما مادر شما کافر نکشید خودتون میگی تعامل ای بعد گوش تو کار اختیار بکن شافیر میخیزه قدیم رو سر به سر بشه نیکی مادران عزیز آربیزانش خوشم به خوشانی ای شریعت است این در قانون اسلام نیست که تو آربیزان بکنی لکن یک فال نیک است فال نیک همی که کلو که خانه آمد دست روغن میماله از زنه که زیبا نمازخوان باشه زنه که به نماز دفع کنه بارنگ هم به نماز بشه یک کمپیری پیری نمازخوان در دست روغن میرزه خواه کنه دعا میکنن انشاءالله شاید با برکت شود یک فال نیک بگنی را فرق بین دست چپ و راست در خوردن چی است؟ فرق دارد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و صحابی دیدی که بعد از چپ بخور گفت یا فلانو کل بیامینی بعد دست راست بخور. حدیث صحیح هم هست دست راست برای کاری خیر است دست چپ برای کاری بعد از برای مستحب کردن کاری دیگه است لکن اگر ضرورت داشته باشی درست است باقی نداره با میشوی توزه میشد درست است لکن دست راست از دست چپ فرق داره خیلی ملایی که ریش دارد بیریش رو امام میکند نماز ما درست میشد یا نه نه روی هم خیلی ملا سیاه که ریش داره خودش اکفای درست نمیشه نماز اکفای بیریش نماز درست نمیشه من خطاب با سوی شما میکنم تو ملا شدی بیچاره تو 40 خور هستی با چه خطاب جا میکنی تو زندگی در 40 ساله بدبخت من ملا من اومدم این الحمدلله من یه روز ای جمعه برآمدم در مسجد خال مشرب من جمعه را گذراندم برام توفلی ما پوشیدم دیگه بچه‌ها مخلصا گفتن حضرت عیسی گفتم نه بچه‌ی مالی خودشونه من کی مال دارم پولی خودشونه چی جای مدار من میرم پایینش خودش کسی آورده بود پول مرا خرید داده بود با خودش پوشیده رفت من لم یشکری ناس لم یشکری الله از پادشاه تا آخر اگر شکری مردم نکنه شکری الله نمیکنه همه این وظیفه اینا همه کابینش اینا ایرین همین کم بغل آیلینگ میگیرن و زندگیشون رو پیش میبرن خصوصا کدام ملایی تاجیکستان کدام ایشونی حرام خوری تاجیک کار میکرد مز میذارن همه شکمشون هم کم بغل ایرین ما و شما کم بغل هستن برای این سبب ملا شدی به انصاف شو ریش داری پیش بدرو حتی مولانا تهانوی لکنوی او گفت است که مولانا اشرف علی گفت است کسی ریش داره او مقدار سنت نیست او فاسق است او پیش در آمدن نمیتوند مدینه حصار یک کار غلطید پیشین بخوانم توی مسجد را آمدن میدرم یک بیریش در سرش سلام مونده مسخره باز با پیش یکی میشه ای خفای تو نماز چی میشه تو صدقه اسلام شدی با پیش در آوردن او امروز مسخره بازی رئیس در گردنش گاستوک تو میخرواری داره و تو میبری ملا ریش تمونی تو چرا ملا میگه که تو خدای خیری اگر صد خدا اگر پاکیزه بگیری تو همون 40 خیری جوره رنگ ما هیچ فرقی نداری تو میبری باید ریش مونی تو باید تو خدا با پاک میگیری اکر تو ملا نباشی ریشته بتروش گاستوک بند نیکی اگر ملا باشی ریشته من پیش بدرو تو متکبیر نکخته ملایی که خلق از روزی نیست از پس از نماز درست است یا نه او را فهمیدن در کار برای چی است ملای امروز تاجیکای ما ملای حقو رو نقض میبینه باب گرم کفای دیسو امروز تاجیک یهودی پرستی ده ملای رو دوست میداره که وازی نگاه کنه دیدیم بین ما و شما ده وازی چند کس میگه این
این میگه بوی عبدالرحمن این ملا را یک جوری خگب زده گوشمون کار کرد، فلانی داملو قادم خوب بوده، اومد تا آخرش جمع کرد و پیچ و خیز رفت. او پگه کتی هم ملا دوزخ میری. چرا که ملا بیچاره نفهمونه تر گپ نزنه تا خاک بفهمی. تو زن خود قرآن خوندن نتونی، زنت خوندن نتونه، ای کجا میفهمی تو؟ حاضر قدرت خدا اصلی 21 شده یهود بالای محتاب آمده. حاضر هم اگر ملای کنم خیلی خب شکمش پوری گو اولیاء روسی اولیاء شکمش پوری حرام خوردگی در بدن وزیر بگره و اولیاء یا بیچاره که اشای نورجا گپ زنه و اولیاء نه. امره به همین رستانه چی گپ بدبختی است، چی به ناموسی است. خرتکای حتی اشان میگیره معاویزه میکنه ای فلان ای روز سیاتم مسلمان کسی اشان دوست مسلمان است او مره به همین روزوش بیزار مای ملائکه خوب باره میخره گپ نمیزنه خوب گای وای صدقی قرآن شوه صدقی حدیث رسول اکرم شوه. درباره شوری سبابا بگوید بچه جان به نزدیکی من یک معرکه یک مسجد مسافدا زیاد بودن. همین سوالا کردم من مسافدا رو گفتم پیر داری گو بره گفتم بابی برای پیرت بفرست. سازی من اگر تو را بگم که علی قاری حنفی مذهب عمدت المحققین بهترین مذهب در امام اعظم داره 120 کتاب تصنیف کرده است او رساله داره 34 حدیث را جمع کرده به حد تواتر رسیده است. پیری من نمیکنه پیر تمای خود در سر قولت مون قدم برادر شب قدی پیری مثلا قرآن میگم میگه پیری من نمیکنه برای قدی پیری حرام خورد بگه داخل و برای این سبب من شما رو با میگم که یا گپ خدا و پیغمبر بگیر یا برای دفش قدیم پیری حرام خورد برای دفش دوزخ بره. ما با میگم امروز خلق ما محتاجی گفتنی خدا و رسول بیزار شریعت ما ایو ایشونه که خوب باره میشینه میخیزه و شما هوشان شید کسی را دوست بر شما را گپ زنه کسی خواب بشینه پول تا نبگیره فکرشونه در قبای ماشین و اولیاء روسیه اولیاء چه خیلی آدمی تا اولیاء. برای این سبب 34 حدیث صحیح آمدگی در رفع سبابه کسی میگه پیری من نمیکرد خدا بگیره پیرشه. رسول اکرم گفت است لهی اشد من الشیطان من الحدید رفع سبابه از شمشیری که سر شیطان میبری این سخت‌تر است. تو چرا با میگه که من نمیتونم تو دروغگویی را بتونی زنا را بتونی بدبخت زن بیگانه تماشا کرده بتونی تو یک رفع سبابه را نمیتونی. برای این سبب الحمدلله رب العالمین سنت جناب سرور عالم است. سنت جناب رسول اکرم بهترین سنت از رسول اکرم کسی سنتی مرا زنده بگردانه گویا دنیا را زنده کرده است. حاجی با بیچاره کدام طالبای نو بردارن یگان بچکای این میگن یا وهابیان قوریستان خودش بیچاره نه مسلمان هم در وجودش لیل نوس میدار مسلمان نشده با میگه بچه را سر کنه سر لیچه ها و سینکلتن ای بس شرم است. کدام همین اینا کدام احمق اگر بی سوادی احمق باشه هم میگه که سرش برو و سرش پیغمبر خدا سرش خوند اکثر عامش بیچاره صحابه لباس نداشتن سرش خوندن لباس نداشتن. امروز چرا ما اینقدر بی عقل شدیم که جوانا رو از مسجد سر میکنیم؟ تو مسلمان باشی تو از کزینا برو مردم دعوت کن بس نماز یک جوانی که در کوچه گرد او رو دعوت بکن. تو چرا جوان از مسجد سر میکنی؟ جایی که اون خدا توفیق داد ای کودکیش تو فکر بکن در سالی وای تو بودی چی کاره بودی تو میگشتی خر و نرخر بودی تو یه عمر شافری کردی چیم چی کردی گشته بودی این بیچاره 20 ساله الحمدلله مسلمان شده. چرا این کارو میکنیم ما؟ رفع سبابه سنتی مؤکد است. علی قول رحمت الله میگه دور المختار با یک قول مستحب گفته است رد المختار سنت میگه. اینا حضرت امام اعظم رحمت الله در فتوای عزیه گفته است ای مردم کسی که دعوا میکنه امتی رسول هستم اگر رفع سبابه نکند امتی رسول شده نمیتوند از مذهبی ما شده نمیتوند. درباره رفع سبابه زیاد گفاست لیکن ما شما التماس میکنم بکنید بچه جان گوش نکنید مردم بیسواده پیری من نمیکرد استازی من نمیکرد خیلی جاهل بود بیچاره چون کتاب خام بود او حدیث ندانه بیچاره تفسیر رو نخونده باشه. ای مردمی خوب حاضر الحمدلله کتاب برآمده هر یک فتوا حاضر من الحمدلله 25 فتوا کم میزنم کی میشه استادام کتاب روشن هیچی نداشتم بیچاره همه منامشو 4 کتاب خیلی ملاقی میکردم بیچاره 4 کتاب ملاقی میشه 4 کتاب میگه که اصول دین برادر 8 قسم است. کار یهودی‌ها اول امامت میگه بعد نبوت میگه و ما قانون داره آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البسط. این اصول دینی ما که ما اصول دینی شیعه را میخونیم او اصول دینی شیعه که اول امامت فلان فلان. ما اصول دینی ما شما چی است؟ آمنت بالله. زنی که خودش را مسلمان میگیرد
به سطر میگردد. اگر زنی که با بعضی مادرهای ما و شما لیچ میگرد با نماز میخوره یا نماز درست نیست، دروغ میگه، مسلمان نیست. او سطر اول فرض است، کسی به سطر میگرده از دین میبراید. زنهایی که بیگاهی ها در تگی دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دیوسه، چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میتونه، تو میبری آخی بخیزی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتا خبرشو یک هفته بگرد آخی بشینه ببیوید. چی گپه که مردم میگذرن پروا نداره که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردیم یک دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم باید بکنه همه جاشو میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا، من حیرانم. من روز تو رو دیوانه میشه نظر میکنی. با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه. با زن یاش میاره مر میبچه بخیر چای بیار آخی. این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور ماندیم، از حدیث دور ماندیم. دیوس بی ناموس میشی. خدا خوب حرام کرد، عرق حرام کرد. چرا؟ در وجودش دیوسی داره. کسی گوشت خوب میخوره دیوس زنش در پیشش آشنایی بکنه پروا نداره، دخترش آشنایی پروا نداره، دیوس میشی. عرق هم آدم بی ناموس میکنه، دیوس میکنه. همین که بعضی نمیفهمم، بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میه خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی. این روز تو میبری اول خود عرق نخری. این مسخرگی رو بی خودش پیان میای خونه‌شو طلباش میبینن با طلباش میگه این دیوانه رو بی خودش بیگه مست بود با ما رو میگه گناه نکن. این مردم چی کار کردی شما؟ با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی. برای این سبب بعض قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن، یگان غزل میخوان، بعد دعا میکنیم. من بسیار خوشحال است خداوند شما را به ناموس بگردانم. من الحمدلله شکر الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنه، یک کس هم زنش به سطر بکنه، من خوشحال میشم الحمدلله. خوشا به حالی و جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو اما کار میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن. دختر جانش تربیه بکنه، دخترش بگو دختر جان من تو را دوست میدارم، من نمیخوام که هروی تو من دوزخی شم. جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون رو دوست بدارن، پدراشون رو دوست بدارن. اگر همین رفت من باشه در دیگر مسافر خانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافر خانه میپرتوین، کسل شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خانهش نمیاره. چرا؟ زنم به معقول نی مرد در زن تا معقول نی پگه خیلی میشی زن به معقول نی. من در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگ از کم در گردنش بود. بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود. چند بچه داره؟ 6 بچه دارم. ترا چرا جا آوردن؟ که نام به معقول نی. کجاش ناموسی تاجیکی؟ کجاش سمدارای تاجیکی که از اینا میسازن؟ یهودی ای خودی اون فرد دنیا اومده تاجیکا رو کافر کردیسه. کجاش دی پولدارای حرام خوری گیرای فروش کجا که تاجیکا رو یاردن بکنن؟ کجاش زکات انداز زکات بدین؟ $100,000 $2,500 باید زکات بدی. بازی میلیون دلار در تاجر لو زده، میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000. تاجستانی تماما سیر پوری میشه. نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه، حرام است زکاتش. باید بخونن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم